دوستان سلام، خوب خوشی؟ آقا بنده موشکاف چی بگم؟ یعنی چی بگم از این کلکسیون بدبختی های نظام؟ علی گدا این عبای ولایت رو از هر طرف که سرش میکنه پاره است. وقتی هم میخواد همین پاره گیا رو رفو کنه بدتر جر و جر میشه. نمونش همین سفر اخیر هیئت مماشاتچیا به تهرانه. بهارستان نمیذاره سر و گوش پارلمانی های اروپا بجنبه. این موضوع رو تلویحاً بعضی از نماینده های مجلس در واکنش به سفر هیئت پارلمانی اروپا اعلام کردن. بله، حتما یادتون هست که معمولاً هر بار هیئتی از غرب به ایران اومده با سوء استفاده از رسم مهمان نوازی ما ایرانی ها ثابت کرده که مهمان های آدابدانی نیستن و برای برخی دیدارهای حاشیه‌دار برنامه ریختن. خب وقتی مهمان حد خودش رو ندونه، میزبان باید حواسش رو حسابی جمع کنه. از قدیم گفتن لقمه که گنده تر از دهن باشه گلوگیر میشه. آخه اینا که لقمه گنده تر از دهن نبودن که. اما ببینید به چه روزی افتاده این نظام ولایت که حتی جون و جنم جویدن یه چنین مینی لقمه رو هم نداره. از یه طرف دندون مصنوعیش در میاد، از طرف دیگه رودل میکنه، بعدم همه به دست و پا میفتن که یه جوری این فضاحت رو جمع جور کنن. شاید همین مهمون نوازی و البته برخی منافعی که باعث شده هیئت‌های خارجی برای ملاقات با مقامات کشورمون تقاضای ورود به ایران رو داشته باشند. چی گفت؟ گفت مهمانهای خارجی تقاضای ورود به ایران رو داشتن. اگه تقاضای ورود به ایران رو داشتن پس این چی میگه؟ دیروز هیئت پارلمانی اروپا با دعوت رسمی مقامات ایران وارد کشور شد و به موجب قرار قبلی باید در جلسه رسمی به دیدار با رئیس مجلس میرفت. اینها عکس‌های منتشر شده از این جلسه رسمی است. عکس‌هایی که پیام‌های غیر کلامی زیادی برای مخاطب دارد. پوشش‌های غیر رسمی و البته عجیب در دیدار با مقامات بلندپایه کشور. اون میگه اروپایی‌ها درخواست دادن، این میگه مقامات نظام درخواست دادن. دیگه خودتون پشت پرده رو حدس بزنید. حالا از این ایزگم‌کنی هایی که بگذریم میرسیم به سوتی های این سفر که هنوز هیچی نشده. از اینترنت و فیسبوک و این حرفا گذشته و به خود تیوی ریش هم رسیده. این عکس‌ها دو مسئله را در ذهن ایجاد می‌کند: ناآگاهی این نمایندگان اروپایی از آداب دیپلماتیک و بعد هم احیانا رعایت نکردن این موارد با قصد و عمد قبلی. آقا اینا همون آخوندایی هن که تا چند سال پیش با این مماشاتگرا دل میدادن و قلبه میگرفتن. حالا ببینید به کجا رسیدن که یه سفر دوزاری اینجوری دم و دستگاهشون رو به هم زده. مثلا همین رئیس مجلس لاریجانیا که تو این عکس اینجوری منتر شده همونیه که تا چند وقت پیش اینجوری ارد میداد. کسی میاد یه جایی برای دیدن یه جایی باید برنامه‌شو بده، پنهانی برن یه جایی ملاقات کنن، کار سخیفیه. کار سخیفیه، اما از اون سخیفتر قیاف تو موقع روبرو شدن با تریپ این خارجی هاست. یعنی فقط جایی دوتا گوش دراز رو کلت خالیه. طرف کوله پشتی رو انداخته پشتش که مبادا یهو آخوندا بدزدنش. ببین چه فضاحتی شده که خود وحوش مجلس واسه رئیسشون دست گرفتن و اینجوری مسخرش میکنن. تا قبل از این در سفرهای اروپایی ها به تهران وزارت خارجه زیر سوال بود و حالا نوبت به علی لاریجانی رسیده است. مهدی کوچکزاده نوشت: ریشخند ارزش‌های انسانی و اسامی در حضور دو آیت الله زاده مسئول. او همچنین پرسیده است که آیا نماینده پارلمان اروپا اینقدر بی تمدن و بی فرهنگ است که فرق بین لباس ملاقات رسمی با لباس خواب یا لباس مهمانی شب را نمی‌داند؟ به نوش جان. بله، آخوندهای جزقاله میخواستن با آوردن این هیئت قضایی یه جورایی مشتی که از پارلمان اروپا خورده بودن رو جبران کنن و با سیلی اینا صورت علی گدا رو سرخ نگه دارن. اما سیلی تبدیل به مشت شد و فک خود علی گدا رو جا به جا کرد. راه
شکار